تتوم آن را تاتویی، توتوم، سماک، سوماخ، سوماک، موساک، اسفنج نیز میگویند. رستنی تاتوم خصوصیت طبابتی و غذایی دارد. رستنی تاتوم قریب که در همه ناحیه‌های ما میروید. رنگ و نمودش باشد رنگ سرخی بخملی رو دارد که اینا برگش هم استفاده میبرند و تخمی و یا استفاده میبرند. جهت طبابتی رستنی تاتوم برای بیماری‌های کسلی، بیماری‌های قند استفاده میبرند، برای راه‌های نفس، برای در وقت یک بیماری‌های مثل گریپ میشوند استفاده میبرند، برای منع کردن خون استفاده برده می شود. اون شخصانی که مثل خونشون قوس است برای وی توصیه داده نمی شود. در طب برگ و میوه تاتوم را استفاده میبرند. برگش را ماه‌های ایون ایول و میوهش را بعد پخته رسیدن در ماه اکتبر جمع آوری میکنند. ما گیاهای تاتوم رو در کارخانه خودمان کارکرد میکنیم و برای هر یک استعمال میکردگی، استفاده میبردگی مقداری معینی همون خلطه‌های پالایشی که مثال ما در قوطی ها تیار کردگیم همون توصیه میدهیم. در طب مردمی تاجیک تخمدانه‌های تاتوم را در شکل چای تیار کرده شده را در اندازه نیم پیالگی از 2 تا 4 بار در یک روز برای معالجه فشار بلند خون، جراحت معده، درد معده و هنگام قیکنی و دل به حضوری، اسهال، خون تفکنی استفاده میبرند. عموما رستنی تاتوم برای خوراک هم استفاده برده می شود. مثال رستنی تاتوم رو، تخم تاتوم رو برای مثال در غذاها یک جا کردن میتونن که به جای لیمون یا که به جایی که مثال چکه اگر که نباشد میتونن همراه کنن. شکلی که با چی میگن اوقات رسول میگن به جای مثال جای ترشیده استفاده بردن ممکن است، بسیار فایده آور است. در طب مردمی خلق‌های دیگر آبجوش برگش را هنگام خونریزی، بیماری‌های مجرای تلخه، اسهال که با التهاب روده قفس و باریک علاقمندند استفاده میبرند. عموما گیاه تاتوم یک گیاهی است که تمام تیرما جمع آوری کرده می شود و میتونن که تمام سال استفاده برند. گیاه تاتوم را عموما در وقتی که برگ میکند، برگش هم خصوصیت طبابتی دارد. در وقتی برگ سبز بدنش جمع آوری میکنند. میوه وی باشد در تیرما ماه‌های اکتبر، سپتامبر، اکتبر هر جا به موافقت همون چی خودش جمع آوری میکنند. با خصوصیت دیگری تاتوم یعنی همون شیره که از تنش میبراید برای چشم، گزک چشم بسیار فایده آور است. میتوانند که شیره همه برای چشم استفاده برند. در میل که چشم میکشند همون گزک چشم میگیرد. دمخورده قسم سپیرتی و آبجوش آن را برای معالجه مرحله اولی بیماری دیابت قند، خاکه آن را برای معالجه التهاب پرده لعابی معده، التهاب تلخدان و جگر
و خونریزی ها به کار میبرند. خصوصیت شفایی گیاه تاتوم برای بیماری‌های قند چخیل استفاده برده می شود. طرز استفاده برای گیاه تاتوم چخیلی که ما اینا نشون دادیم، یک خلطچه پولویشی رو در ظرف 200 میلی گرم آب جوشانده انداخته، بعد 15-20 دقیقه وقتی که گرمی کمتر معتدل می شود استفاده بردن ممکن است. اینا برای چخیلی که گفتیم برای بیماری‌های قند در یک روز از 3 تا 4 مرتبه را پیش از خوراک استفاده بردن ممکن. در طب معاصر آبجوش نبده، پوست، برگ و میوه آن هنگام قی کنی، دل به حضوری، خون تف کنی و در شکل غرغره برای معالجه التهاب پرده لعابی دهان، آبیله آن، بینی، حلق، ملهمش را برای معالجه سوختگی، جراحت‌های چیرکدار، کفیدگی پوست و روده راست، سرمازده استفاده می‌برند. گیاه تاتوم هم برگش استفاده برده می شود، هم غورش یا که تخمش استفاده برده می شود. برای بیماری های مثال کسایی که بیماری قند دارند، هم برگش هم تخم همین تاتوم فایده آور است. اگر برای غذا باشد، اگر فقط تخمش استفاده برده می شود، برای که در اونجا ترشی و چیز زیادتر که هسته برای غذایی تخمش استفاده برده می شود. در تاجیکستان ما تمام گیاه ها می رویند. گیاه های تاجیکستان ما خوبتر است، بهتر است. هر کس اگر که مثال با اون مقداری که ما گفتیم استفاده برند، خصوصیت طبابتی خوبتر و بهتر دارند. این یعنی یک پیشگیری همه بیماری هایی که مثال در انسان و میخورد چی میگه، پیشگیری همین است. یعنی که ایمنیته انسان مثال با قوت میکند، قوه محافظت زیادتر میشود. این فایده آور است برای ما گیاه های شفابخش تاجیکستان. یک قاشقچه چایخوری برگ‌های تر و تازه میده کرده تاتوم را در یک استکان آب جوشیده 1 ساعت دم داده از داکه پالانیده، یک قاشق آشخوری 3-4 بار در یک روز استعمال می‌کنند.